در مورد 13 به در گفتنی بسیار هست و نکته‌ای که قابل توضیحه اینه که 13 رو برخی نحس میدونند و تفاصیلی هم برای این کار، برای نحس شمردنشون دارند، ولی خب چون که در پایان اشاره خواهیم کرد، در فرهنگ ایرانی این 900 معنا و مفهومی نداره و الان هم در واقع نیست این گونه. حالا شاید در پس اندیشه برخی این 900 باشه، در اقوام ملل دیگه هم این نحسی وجود داره. حالا در فرهنگ‌های اروپایی هم می‌بینیم، حالا روی در خونه‌شون هم 12 به ضعف یک میزنن، یا اتاقای هتل‌ها جاهای اتاق 13 اصلا ندارن. حالا این جهانگیر هست، جهان شمول هست. حالا برخی تفاصیلی برش دارند که در فرهنگ ایرانی حداقل این 900 از کجا ریشه میگیره که برخی ها بهش اعتقاد دارن. یکی از اونها که روانشناس دکتر بهرام فرهوشی به اون اشاره داره، پژوهشگر ارجمند روانشناس، ایشون میگه که چون 12 ماه سال به نشان از 12,000 سال اساطیری است، در واقع این 12 ماه برگرفته اون 12,000 سال اساطیری است و 12,000 سال اساطیری ما قراره در پایانش آشوب ازلی به وجود بیاد. اون 12,000 سال اساطیری در پایانش ما رستاخیز رو داریم و میدونید که واژه رستاخیز فارسی کنی برگرفته از واژه اوستایی است، برگرفته از واژه اوستایی ایستا آخائز، ایستا یعنی مرده در گذشته، پیشوند تفخیم و خائز خیز برداشتن، یعنی خیز برداشتن مرده. رستاخیز یعنی این، یعنی در اون زمان آشوبی وارد میشه و آشوب از اونجاست در حالا اسطوره ایرانی که ستاره‌ای به نام گوچهر میخوره به زمین و بر اثر اون زمین زلزله مهیبی درش رخ میده، آتیش هم میگیره و کوه‌ها ذوب میشن، زلزله مهیبی میاد، فلزات و کوه و سنگ و همه آب میشن و زمین دارای دگرگونی و آشوب دهشتناک خواهد شد و این رو بهش میگن در اسطوره آشوب ازلی. پس از پایان 12,000 سال قراره همچون اتفاقی بیفتد و رستاخیز آغاز بشه. که حالا ما بعد میان تو متون پهلوی میبینیم چجوری میشه از رود مذاب گذر میکنند مردگان و بعد ناپاکیاشون میره و مثل اون نیکوکاران مثل این رودخانه مذاب، فلز مذاب مثل شیر گرمه براشون و بدکاران عذاب میکشن و ناپاکیشون میره و جهان قراره ناپاکی و بدی ها قراره توی این رودخانه مذاب از بین برن و جهان سراسر نیکی بشه بعد پایانش. حالا این چون بعد از این 12,000 سالی آشوب وجود داره، بعد از 12 ماه سال هم میگن، خب میایم 12 روز نوروز رو داریم. این 12 روز نوروز روز 13 در پی خواهد داشت به تبع پایان یافتن اون 12 ماه سال که سال گذشته رفته است. 12 روز به جشن شادی بردازن. این 12 روز هم دوباره نمایندگی اون 12 ماه ساله و اون 12 ماه سال هم نمایندگی اون 12,000 سال اسطوره‌ای رو داره. روز 13 هم روز آشوبه به شوند همون 12,000 سال اساطیری. حالا به نمایندگی اون حال این مردم در پس زمینه ذهنیشون این آشوب وجود داره، یعنی ترس از این آشوب وجود داره و برای فرار از این آشوب و این زلزله به بوم و صحرا و دشت و دمن پناه میبرند و در اونجا به سر میبرند اون روز رو که در خونه هاشون نباشن، در شهر نباشن، که اگر زلزله میاد، اگر اتفاقی میفته نباشن. این پس زمینه ذهنیه خب بشر است، انسان است، به ویژه ایرانی ها. این دکتر فرهوشی همچون اعتقاد داره و همچون پژوهشی رو انجام داده. ولی حالا برخی دیگر از پژوهشگران هم میگن نحسی و حالا بچگونی 13 برگرفته از اینه که ذهنیت بشر اولیه به این گونه بوده است که وقتی به آسمان نگاه میکرده است، آسمان صاف بالای سر خودش در شبها میدیده است که حساب کرده بوده که 12 بار که ماه خالی و پر میشده،
او به یک گرمای خوشایندی، به یک در واقع غذای نیکویی، در واقع به یک فصل مناسبی، به یک شکار در دسترس و به یک برکت و وفور و فراوانی میرسیده است. و پس از پایان یافتن او، اون 12 بار خالی شدن، پر شدن ما، نحوستش آغاز می شده، اون شکار از اون منطقه می رفته است، اون فصل خوش می رفته است، اون میوه فراوان می رفته است و در واقع آغاز یک سری ناملایمات رو او در پیش روی داشته و این براش ناخوشایند بوده. میگن حالا پس زمینه ذهنی انسان تا بدین روزگار کشونده این رو و این نحسی و نحوست از اینجاست. یا اینکه برخی پژوهشگران اعتقاد دارند که روز 13 فروردین روز تیریزت هست و این تیریزت یادآور تیریزت و تیر ماهی است که جشن تیرگان در واقع ما میگیریم و اون روز روزی است که در واقع آرش جان خود در تیر کرد. درسته که ایران نجات داد، ولی این پهلوان نامی در چنین روزی از بین رفت و خودش رو فدای مام میهن کرد. این نحوست رو برگرفته از اون روز از بین رفتن و فدا شدن آرش میدونن. ولی نکته در اینجاست که ما در روزگار کنونی هم میبینیم نحوستی در کار نیست و مردم بیشتر در اندیشه شادی، گردش و اینکه دور هم باشن و روزی رو به خوشی و شادی بگذرونن هستند و دختران دم بخت رو در این روز رو به ویژه جوانان و به ویژه دختران دم بخت رو می‌بینیم که سبزه گره میزنند و به شادی میپردازند و در اندیشه گشایش بختشون هستند و نحوستی در کار نیست و روز گردش و طبیعت هم نام گرفته و بسیار زیبا و متین است. حالا این نکته هم بگم که این سبزه گره زدن هم برگرفته از یکی از آیین کهن ماست. در اساطیر ما میدونیم که جشن پایان سال که هم باره مثبت میدیمگاه و پنجه هنگام آفرینش انسان هست و مشی و مشیانه نخستین زوج اساطیری ایرانی آریایی هستند که در این روز آفرینش یافتند، از 2 ساقه ریواس به هم پیچیده سر برآوردند، از نطفه کیومرث انسان نمادین آغازی. حالا چون اینها گیاه بنمایشون گیاهی هست، در این روز که دختران در وقت سبزه را گره میزنن در واقع همون یادآور مشی و مشیانه و آفرینش اونها و این زوج آغازین و زوج در حقیقت زوجی که آفرینش یافتن در آغاز و پدران و مادران ما بودند و دختران امروزی نیز در اندیشه بخت گشایی و ازدواج هستند.